مقام عظما توی بحث هسته‌ای تجربه استراتژیکی عمو زنجیرباف رو به کار نبست. با وجودی که مهمون گرامی برنامه چند بار بهش گفته بود عمو زنجیرباف اگه همون اول در جواب زنجیر منو بافتی میگفت نه، دیگه مجبور نمیشد آخر کار صدای گاو و خر و خروس و سگ از خودش در بیاره. مرد حساب. آقا این چه کاریه؟ عرضم به خدمت شما که بحث استراتژیکی رو باید خورد کرد و جویده وارد شد. همه چون که یه لقمه بکنی خفه میشی، مثل همین. اینطوری کلی نگو. باشه آقای دکتر، این بحث بازدید از مراکز نظامی که پذیرفتیمش کامینی بابا این حرفش فک عظما رو کرده روک. ببین دیگه عملش چه کارش میکنه بدبخت بیچاره. از قدیم گفتن چرا قضیه که با دعوا حل میشه اینقدر در موردش حرف میزنن؟ نمیشد مقام عظما اصلا راجع بهش حرف نزنه؟ این چه وضعی که با صدای بلند میگه نمیپذیریم، بعد فسی بادش نشتی میکنه که همه چی رو پذیرفتن. این همه سال فردو و نتنز و عراق رو از بازرسه مخفی کردیم تا گندش در اومد، یه مدت هم بازرسه رو از دلواپسه مخفی کنیم. چی میشه مگه؟ آقا هیچ که صدا نکنه، هیچ کس سر صدایی نکنه، بذارید ساکت باشیم که این مجرم رو بخوابه، داره خوابای خوش ببینه. کجای کاری گذشت اون دوره آقل بپرملایی عظمای بدبخت برای دلواپسه یه قپی اومد، ولی این کودنه چی اسمش؟ عراقچی لو داد که پذیرفتیم تا دینش. هیچ آدم فهمیده ای نمیتونه بفهمه که این عراقچیه چقدر نفهمه. خره داشت برای خودش قر میزد که خدایا چرا اینقدر منو نفهم آفریدی. یه ندایی اومد که ناشکر نباش، برو یه نگاه بنداز به عراقچی ببین چه موجوداتی خلق شدن، برو شکر خدا رو به جا بیار به خاطر همین فهمی که داری. ولی این بدبخت عراقچی وقتی ریختن سرش که این چه غلطی بود کردی تکذیب کرد آقای دکتر. دنبال یه شرکت حمل و نقل معتبر میگردم که مردشور ترکیب تکذیب کردنشو ببرن. گفت من نگفتم بازرسی پذیرفتیم، گفتم دسترسی پذیرفتیم. خب این که بدتره که بازرسی با چشم، دسترسی هم چشم هم دست. فکر کن رفتی تو رینگ بوکس، اون یارو گردن کلفته مرسیه کرد اومده جلوت وایساده داره همینجوری نگات میکنه. دوست داری همینجوری یه رو تو چشات زل بزنه نگات کنه، یا اینکه یک ثانیه به دسترسی داشته باشه با آپرکات بذاره زیر چونت؟ دکتر به دردناکترین شیوه بحثو برام جا انداختین. در مورد عراقچی البته جواب ابله‌ها خاموشیه، ولی اگه با مشت بزنی پای چشمشون بیشتر حال میده. مشت نگهده برای اونی که فیلم مذاکرات غیر علنی مجلس رو پخش کرد، اونجا که داشتن عربده میکشیدن و به ظریف میگفتن خائن. دل واپس بوده دلارم آقای دکتر؟ اصلا دلش مهم نیست که واپس بوده یا آروم، مغزش آکبند بسیجی بوده، چون به ضرر هر دو جناح شد. آقای دکتر شنیدین سبزلی لباس نظامی پوشیده؟ شنیدن که بود مانند دیدن. اون دفعه گفته چون خطر اقتصادی احساس کردم لباس پاسداری رو در آورد که بره اقتصاد و سر و سامون بده. یعنی الان حل شده زبونم لال الان خطر نظامیه؟ نه خیر بابا، این یارو تو خالی بندی لنگه نداره. این همونه که زنگ زد به رادیو گفت به دشمن بگی اگه روزی 100 تا موشکم بزنی وسط تهرون من یه قدم عقب نمیرم. موجی رادیو بهش گفتش که آفرین، از کجا تماس میگیری؟ گفت از آنتالیا. روشه شد یا همچی بزنم که بری تو آنتالیا پسکی. هر چی باشه حالا دوباره رخت پاسداری برش کرده. الان باید تو محافل پنهانی پنتاگون و همه اتاق عملیات‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آماده باش بدن به مناسبت بازگشت سبزلی، بازگشت اژدها. کلاج میگین که اینطوری قیز را نندازی. لباس با مصرف دوگانه این کاندیدای مادام العمر که نصفش نظامیه نصفش کچلواری به کدوم درد عضوای بدبخت بیچاره میخوره؟ مرحوم بابوی همیشه میفهموندن بزن مقدار عرض میکردم بله میفهموندن که مشنگه با کت و پیژامه نشسته بود تو خونه. گفتن کت برای چیته؟ گفت ممکنه مهمون بیاد برام. گفتن خب پس چرا پیژامه تو عوض نکردی؟ گفت آخه ممکنه هست که نیاد. روشه شد یا همچین بذارم که دوگانه پوش بشی. همه به آرزوهاش اون جامعه عمل میپوشونن. این سبزلی بیچاره حتی نتونست کت و شلوار به تنش نگه داره. آی دکتر این دفعه بزن نابودم کن. تو پایان برنامه ازت خواهش میکنم که بزن تا با خاک یکسان بشم که این آخرین برنامه باشه. خسته شدم از این وضع.
میایم تحریم رو سنبال کنیم، مشنگ میره بنزین رو گرون میکنه. میایم بگیم عظما اقتدار داره، میگه بازرسی رو پذیرفتیم. میگیم چه غلطی بود کردیم، میگه دسترسی رو پذیرفتیم. دیگه آب از سرم گذشته آیه دکتر، شده حکایت هواپیمامون. همه جای دنیا از هواپیما روایی میترسن، تو نظام الهی ما هواپیما رو جرئت نمیکنه سوار هواپیما بشه. هواپیما تو دیدم یه کنفرانس هم روش، تو هیچ کنفرانسی تو دنیا رامون نمیدن، خودمون کنفرانس را میندازیم که هیچکی نیاد. کنفرانس تو دیدم، گرونی بنزینم روش. بنزین تو دیدم، وضعیت سوریه هم روش. سوریه تو دیدم، عراقم روش. اصلا ولش کن، به سلامتی خودمون که خوبیم، ولی بعضیا فکر میکنن که خوبی از خودشونه. آی دکتر بریم تو رستورانی که اون دفعه دعوتتون کردم، all you can eat، به زبان بسیجی 1000 تومان بده مثل خر بخور. کسی دفعه هم که من میخواستم دعوت نکنم گلگیر رو مالیدی به دیوار. حرف دهانتو بفهم. برای ترتیب فضا گفتم. ترتیب فضا چیه؟ من عضوانی تا که با حسیت بازی کنی ها تلسمم هم نشکسته. حرف دهانتو بفهم. من میخواستم یه خدا بخندیم. بخندیم چه خدا ببرایی خنده بخواه. آخرش تو فوش عضوانی بدی. آقا ولش کنید بدبختو. خدا بخنه.